ببینید ما دو نوع عزیمت داریم برای جلجلوت. حالا جلجلوت چیه؟ یک تعداد اسمایی هست، یک تعداد قصائد و یا یک نوع عزیمتی هست که در داخل اون یک تعداد اسمایی در قالب اسماء روحانی به زبان سریانی و بعضاً عربی درون اونها جای گرفته، که در واقع میشه گفت چکیده ای از چندین عزیمت و چندین تصریفه که در قالب یک تعداد اشعار که حالا اینها رو منسوب میدند به جناب امیرالمومنین علیه السلام، که حالا من معتقد هستم که قبل اسلام همین اسما بوده، ولی خب تنظیم کننده اونها به زمان جناب امیرالمومنین علیه السلام برمیگرده و به مکتب جعفری رسیده، مکتب امام جعفر صادق علیه السلام رسیده. حالا موضوع اینجاست که این لوحی که شما مشاهده میکنید یکی از اسمایی هست که در جلجلوت اومده. این اسمی که در قالب یک وفق، در قالب یک اوفاق حرفی تکثیر شده، این یک خاصیتی داره. اگر نفری این رو با خودش حمل بکنه، در مقابل دشمنانش میتونه که حالا پیروز بشه به دشمنان خودش و متقابلا دشمن نتونه به این نفر نفوذ بکنه، به شرط اینکه در یک ساعت سعد مثل مشتری یا یک ساعتی که مرتبط به عطارد باشه نوشته بشه با جوهر روحانی و این رو نفر با خودش حمل بکنه و حین این که داره حمل میکنه در حالا زمانهایی که احساس نیاز میکنه این اسم رو بدون عدد تا جایی که میتونه برای خودش ذکر بکنه و این ذکر رو مداومت داشته باشه تا اینکه بتونه ازش نتیجه بگیره. حالا اینم یک نمونه از اثراتی هست که از هزاران تصاریفی که در جلجلوت وجود داره مورد استفاده است. حالا مورد تایید خیلی از علمای ما بوده و اکثر اون بزرگواران از این نوع طلسمات حرفی هم استفاده کردند.